اوف 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 چی پیدا کردیم براتان جانا. اولین هتریک مسی رو برای کی بوده؟ هر کس فهمید دیگه خودش میفهم. اولین هتریک مسی رو برای رئال مادرید با بهترین ستاره هایی که داشتن که شما خودتان میبینید که با لقب چی؟ کهکشانی. اینی بچه میای فهمیدی در این سن رو بریشان هتریک میکنه. این آدم کسی نیست جز لیونل مسی. اینی را بفرست با مور رئالی که فهمیدی همیشه ادعا داره میگه از نیست مست، ولی فهمیدی مسی میگه نه مست. وای 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 وای. یعنی تنها ویدیویی است که میتونین شما یک رئالی را فشارش ده حدی ببریم بالا که کلش بترخه. جانم هستی مسی، جانم هستی. دیدی زدنه این حال ما ببینم تو از این ویدیو چی رقم استفاده میکنی. ما خب برای دینمیت روان میکنم که عیشت و معیشت کنی دیوانه.